ما اکنون دولتی صاحب استقلاله. نگو استقلالیت که میپرانم لعنتی. میگویم. نگو. گفتم و خواهم گفت. ما بات گفتم آرامی نگو. اگر چیز بالاتر از زندگی باشد پس آن سلامتی است. اگر چیز وزنینتر از مرگ باشد پس آن بیماری است. سلامتی جسم بهترین نعمت است. خب شما را توصیه می‌کنیم با شرکت شفافرما داروهای گیاهی برای فربهی، خرابی، ریش، موی سر، پروستاتا، گیموروی، گرده، معده، خنکی، نور چشم، ایمونیتت و قوت کردن مردها، ورزشگران و برای تمام دردها تحویل یعنی دستافکا با تمام شهرهای روسیه. اگر شما از نام ما یعنی صدای امید دارو خریداری نمایید، هجوم در شهر مسکو رایگان یعنی به مبلغ گرفته می شود. خوب نگاه کنید جواب. وقتی که فیلم ما درباره وطن، ملت یا اینکه مقدسات ملت میگیریم، باید از تحت دل از جان ما بازی کنیم. چیزی که از ما درجه نشون میدیم، این نه تنها ایتن هر یک کدام خودمان هست. ایتن یک ملت بازی داریم. با یک ملت نشون بدیم. ای حرامی، ای سگ لعنتی برای چی نویسی ها؟ با چند بار گفتم من نویس. باید برای وطن، کدام وطن؟ تاجیکستان ای سگ لعنتی کدام تاجیکستان نگه؟ باید تاجیکستان ای سایه بیسته برای. ای سگ لعنتی. ای سگ لعنتی برای چی نویسی؟ با تو را چند بار گفتم ننویس. یا روزی سیاه. Bak ben sokanım ekini radlı. سلام بیننده های عزیز. فیلم آماده داریم با نام قهرمانی پس پرده. ماه دکبر سال 1992. این جوان چی کار کرد و چرا کشته شد و چرا ما این را قهرمان نامیدیم؟ روزهای نزدیک در یوتیوب در شبکه صدای امید و در اینستاگرام بازم در شبکه خودمون یعنی صدای امید منتظر شوید. امیدوارم دوستان عزیز از این فیلم شما خیلی و خیلی بهره میبردارید.